روز دوشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلان کرد که به اوکراین سلاح میفرستد. در عین زمان وی هشدار داد که اگر روسیه به صلح موافقت نکند همکاران تجاری مسکو را تحت تحریم قرار خواهد داد. کارشناسان این تصمیم ترامپ را تغییر مهم سیاست در مقابل روسیه مینامند که بر پایه نومیدی از حمله ها به همسایه کشورش منشأ میگیرد. در پایان ملاقات با دبیر کل پیمان ناتو مارک ریوته در قصر سفید، پرزیدنت امریکا گفت که سلاح امریکا به مبلغ میلیاردها دلار توسط کشورهای ناتو به اوکراین فرستاده می شود. ما با دبیر کل پیمان ناتو ملاقات مهم داشتیم. ما در مورد اوکراین اقدام کمی دیگر گرفتیم. ما به ناتو مقدار زیاد سلاح میفرستیم. آنها پول سلاح را 100% پرداخته به اوکراین میرسانند. در بخش نوی صادرات سلاح به اوکراین پایگاه‌های ضد هوایی پتریوت نیز شامل می‌شوند که اوکراین به آن شدیداً احتیاج دارد. به قول ریوت، آلمان، فنلاندیا، دانیا، شویتسیا، نروژ، بریتانیا، هلند و کانادا در خرید سلاح به اوکراین سهمگیر خواهند بود. اگر من پوتین می بودم و می شنیدم که امروز شما تصمیم گرفته اید که بعد 50 روز دست به کار می شوید، من شاید مذاکرات با اوکراین را نسبت به حاضرت جدی‌تر می گرفتم. با فکرم برای آنها این خبری کلان است. واقعا ترامپ به پوتین برای جلوگیری از تحریم مهلت داده است. ما ناراحتیم. من از روسیه ناراحتم. در این باره شاید روز دیگر صحبت کنیم. ولی اگر ما در دوام 50 روز شاهد سازش نشویم، ما مبلغ 100% تعرفه جاری میکنیم. شما آنها را تعرفه ثانوی مینامید. خبرنگار ریترز می نویسد که در دوام 3 سال جنگ اوکراین تجارت ممالک غربی با روسیه به حد امکان کاهش یافته است، ولی تعرفه ثانوی کشورهای شبیه چین و هندوستان را در بر خواهد گرفت که از مسکو به نرخ پست مواد سوخت می‌خرند. سابق سفیر آمریکا در اوکراین ویلیام تیلور میگوید تغییر موقع‌گیری ترامپ پیامدی مثبت خواهد داشت. پوتین مانع می باشد. مانع به تلاش‌های ختم جنگ که ترامپ تلاش آن و تشویش از حال بشری در پی بمباران‌های شبانه اوکراین را دارد. ترکیب این دو عامل تغییر یافت. اما مقامداران روسیه اصرار می‌ورزند که اقدام‌های ترامپ به نقشه‌های کرمل تاثیر نخواهد داشت. معاون رئیس شورای فدرالی پالاتای بالای پارلمان روسیه در شبکه تلگرام نوشته است که در 50 روز در جبهه جنگ و در افکار مردم ممالک غربی هر چیز می‌تواند روی دهد. آن به موقع‌گیری ما تغییر نخواهد آورد. دیروز در پی اعلان اقدام‌های ترامپ به بازارهای اسهام روسیه همگی 2.7% قرب خود را از دست داده استوار باقی ماندند. یعنی سرمایه گذاران روس انتظار داشتند که قصر سفید تحریم های بیشتر و عمیق‌تر جاری خواهد کرد.